مثلا بیا یه جور من چیز کنم، مثلا این پادکست رو ما در مسیر داریم میگیم. خوش اومدید به اپیزود 5. من دستم گنده میشه، من پامم گنده است با تو دست. نه تو خدا رو. بچه ها امروز قبل از اینکه موضوع رو بگم بریم یه ذره صحبت عادی شما هفته چطور بود اینو هم بگو. مشغول چه هستی؟ من که از سر کار اومدم بیرون دنبال کار میگردم. چند وقته؟ دو البته این بچه من میدونم ولی خب میگم بی شما بچه چون ببین بچه فاصله این اپیزود تا اپیزود قبلی البته با هم بودیم؟ نه با هم نبودیم، خودت گرفتی. 2 هفته است فاصله این اپیزود تا اپیزود قبلی، 2 هفته است. این من یه هفته است که متن رو ندیدم، واسه همین ماجرای 2 هفته رو برات تعریف میکنم. 2 هفته چیکار کردی؟ 2 هفته است که از سر کار اومدم بیرون 2 دنبال هفته است این کار سر کار نمیدی؟ نه 2 هفته است باید بیکارم. اشغال میکنی. اشغال چی و نه بگم اشغال نیست. چرا اشغال؟ واقعا الان بهش فکر میکنم. ببین صبح بیدار میشم نیاز نیست جایی برم، بعد خونم اتاق خوبه. بچه بیکاری رو دوست دارید؟ من خوشم نه نمیاد خیلی بده. واقعا. ببین بچه کیا ستایش رو میبینن یعنی دوست دارن سریال ستایش رو؟ خیلی وقت یعنی اومده ولی کلا کیا دوست دارن؟ من خیلی ازش خوشم میاد. یه دلیل فقط هم شخصیت حشمت فیروز نه، خیلی خوشحال میکنه. خوشم میاد، حرفای قشنگی میزنه. بعد جدیدن فیلم گذاشتن شبا میرسم خونه مثلا میرم خانواده رو نگاه کنم میشینم نگاه کنم حال میکنم با حشمت فیروز. بعد کاریزما داره. نه آدمیه که یه اصول خاص خودشو داره، حالا چه خوب چه بد طبق اصولش میره جلو. بعد داستانی که هست این یه جمله خیلی قشنگ گفت، همیشه آدم برای پول کار نمیکنه، یه وقتایی آدم کار میکنه که بفهمه زنده است، خودش ثابت کنه که هنوز زنده است. منظورم خیلی قشنگه. مثلا دارم شما چجوری ولی من پنجشنبه جمعه که خونم مثلا هیچ کاری هم نمی‌کنم، ویدیویی نمیگیریم چیزی نمی‌کنیم، هم بده. این مثلا تا یه روز اوکی اما بیکار بودم، یه روز دوم دارم دیوونه میشم، انقدر حوصله‌ام سر میره. حداقل یه بیرون باید برم، نمیتونم مثلا تو خونه بمونم اونقدر. هفته تو چطور بود؟ من چی میرفتیم سر کار میومدیم 2 تا ویدیو ضبط کردم، حالا نمیدونم قبل این میاد یا بعد این میاد، ادیتش نکردم حقیقت. من یه موردی رو بگم بچه. من توی هفته‌ای که گذشت یه حرکتی کردم که بر خودم یه دستاورد محسوب میشه و یه ذره صحبت تکنیکی و اینا که خیلی نمیخوام بازش کنم و یه اشاره بهش بکنم. ببین بچه چیزه، من چون میدونید کارمو چیه؟ بلد نیست. بلد نیستم. کارت نمیدونی چیه؟ من کارم با تکنولوژیه و طراحی سایت. من کارم طراحی سایت. برنامه‌نویس. آره. بعد یادم رفت نمیخواستم بگم. ببین بچه من یه جا مصاحبه رفته بودم، بعد گفتش که حتما باید برای اینکه طراح سایت باشی و به این عنوان شغل اینجا استخدام بشی چی؟ نه چی بفهم؟ نه یه چیزی اشاره کردی. نه شما چه تصویر رو اشاره کردی. من عینکمو برداشتم ندیدم تو رو درست. نه وایس من این بعد من میدونم تو اپیزود قبلی هم یه نیمچه اشاره میکردی، مثلا میخواستی بگی نه اینجوری نیست. من حواسم دیگه جمع فکر کردی. رفتم مصاحبه مرده گفتش که آقا شما اینجا میخوای استخدام بشی کد نویسی PHP دیدم الان. این پسر خوب من 10 تا مثل تو رو میبرم لب هجله. تشنه برمیگردونم. هجله نه لب هجله که نه لب چشمه. هجله که باید دجله که نه، من میگم دجله. دجله چیه؟ دجله ولی رود بوده. دجله چیه؟ دجله روده. یه روده؟ آره رود دجله نشنیدی؟ بابا مدینه تو بین الحرمین بین کجا هست؟ اصلا چی هست؟
اینجور مسئول اصلا هیچی یادم نیست، همش خونده بودیم هیچی یادم نیست. خلاصه به من گفتش خب ما یه چاره قابلیتی نداشت. نه سب کن خود دوست حرف بزن آخه دیگه. دیگه حرف تو نمیزنی. نه سب کن تا سری تموم میشه سری تموم میشه. قول از الان بشماریم 30 ثانیه. من 30 ثانیه زمان میخوام تمومش میکنم. بچه به من گفتش ما یه قابلیتی تو سایتمون میخوایم، مثالی داشت میزد. ما خیلی سفارشی سازی زیاد میخوایم بکنیم تو سایتمون. نمیدونم مثلا چند تا آدرس طرف بتونه انتخاب کنه مثلا برای اینکه سفارش بتونه بده و مثل دیجیکالا. خب ما همچین قابلیتی رو میخوایم الان نداریم. تو مثلا به عنوان کسی که بخوای استخدام بشی باید این کارو بکنی. من اینو یه فرصت دیدم برای خودم، گفتم یه چالش باحالیه. کارو که قبول نکردم چون پسش برنمیومدم. پی اچ پی بلد نیستم، کد نویسی پی اچ پی که مال وردپرس. اینجا اومدم رفتم با هوش مصنوعی بهش گفتم آقا یه چیزی رو چجوری اضافه کنیم. اونم راهنمایی کرد، یه پلاگین درست کردیم. البته تو مراحل تسته، ولی اینکه درستش کردم دستاورد بزرگ بود. درست کردی یا درست کردش؟ ببین باز داری همون حرکت همیشگی تو میکنی. میگم درست کردم. ای میخوای بگی تو هیچ کاری به چیز خودت نکردی. من حرف هر بود زیاد توضیح نده. حالا اپیزود خاطر اپیزود پیش گذشته اپیزود 5 یادم میره ماهیه. قرار در مورد خاطرات 18 سالگی دوران خوشه بابا اینا بگیرم. خوش بود دیگه، خوش بود دیگه، همه خوشحال بودیم دیگه. آقا خاطر اول و دوست دارم مهمون برنامه بگه. دن سرویس انگار صاحب اونست نمیره بابا. من بهش میگم این ویدیو دیگه نه یا باز میاد. من نیام تو ویدیو تو. آخه پسر خوب چی میخوایی بیای جلو دوربین بگی کلا؟ وای بگی نمیدونم کلم میگه اون موقع میاد. امروز رفتیم نمیدونم اینو انداختیم چجور دختره میتونه بیاد بگه نتیجه کنکورمون اومده؟ اون منم باید تو اون سالا همون 18 سالگی یه چنل یوتیوب میزدم. الان مانیتایزم اصلا نمیشد. فداسترم 2000 تا سابسکرایبر رو داشتم. ولی تو 18 سالگی نه، ولی تو فکر کنم مثلا ما 18 سال بودیم. سروش فکر کنم تو چند سال تو الان؟ همین الان چند سالمه؟ سن خر موسا. نه الان چند سالتون شما؟ 22 فکر میکنم. اینقدر 22 22 شما متولد چندی؟ من بودم. بودی؟ یعنی چی متولد؟ متولد بودم. من متولد 80م. 22 سالمه. من 83. 404 این؟ چرش کنم 85 نشدیم؟ حتی من 24 سالم شد. پس چرا میگی 22؟ حتی واقعا فکر میکنم 24 سالم خیلی بزرگترن نمیسیم. بچه حالا دور از شوخی یه خاطره بگو از اون دوران. بچه ما از چند سالگی با دوستیم؟ خیلی فکر کنم 10 سال 5 سال. کلاس 4 ابتدایی بودم که میشد 10 سالم. راست میگی 10 سالم. من خاطره آشناییمونو بگیم ما چی شد با هم دوست شدیم. موافقم بگیم. بچه تو میگی من میگم. من شروع میکنم تو ادامهش رو به علامت میدم. باشه. ببینیم بچه مامان متین عضو انجمن من اسما رو یادم نمیاد. یه انجمنی تو مدرسه هست مامان متین عضوش بود. بعد ما اینجا اولیا مربیان. آقا مرسی تمومم کردیم این حرفت. دست تو بوسم. نه آقا بفهم ادامه رو. بچه من میخوام اعتراضم رو ثبت کنم که میاد تو پادکست من از خود من بیشتر صحبت میکنه. موقعی دید دهن من سرویس شد انقدری که تصویر من نبود. چی میگی؟ حسودی داری میکنی یا بله. حرف من حرف دارم بزنم؟ بله حرف فشاری میشم. بفرما. آقا خلاص بچه هر موقع حرف بزنم حرف از مامان متین میگذریم میرسیم به پدر متین. پدر متین بچه آدم خیلی فنی و چیزیه. یعنی آدم چی بهش میگن؟ آدم فنیه دیگه. آدمی که اون نمیدونم به بابا چی میگن مثلا آدم فنیه. خب میخوام تو توضیح بده.
بچه سروش هم فن بیانش خوبه، قشنگ صحبت میکنه، حالا نظر من، ولی یه باگ بزرگ داره، خیلی توضیح میده، یه سری عمق و یه سری دیتیلی و یه سری عمق و دیتیلی و توضیح میده که اصلا نیاز نیست. اصلا واقعا حالا نیاز نیست. گفت بگی اصلا چی؟ نیاز نیست اصلا مشخصه کی چی بوده یه شب یه آب سردخون، حالا همونجور که سویش گفت واقعا کارش فنیه، کلا بازسازی اینجور چیزا. بعد یه شب ماتریال عزیز، ببین اون از اون یکی پیچ داره میاد، صداش تا اینجا داره میاد، من خیلی نمی‌دونم عصبی میکنه این میاد. اگزوز بستیک، آخه صدای خوبم نمیشه، چرت و پرته. بگیرم اگزوزو آقا حالا داستانی که بود، قرار بود یه آب سردخون نصب کنم مثلا تو مدرسه و اینا، و حالا ما چون میگم مدای ما بیام بود مامانم معرفی کرد مثلا میتونه بیاد بس کنه، یه شب صفحه کنم 8-9 شب بود، رفتم. خب منم رفته بودم، بس سروش هم شانسی با حالا بودی. مامانش مدیر مدرسه و باباشم یکی از اساتید حالا آموزشی بود. بعد سروش هم حالا اومده بود باهاش و اینا، منم اومده بودم. بعد بچه بود، نمیدونم چند سالمون بود، من 10 سالم بود تا حتما 8 سالت بود. من عاشق بنتن بودم، ببین میمردم قره بنتن بودم، ساعتشو من داشتم. متین هم داشت، متین خفن‌تر شده. بعد همیشه من خفن بودم. باز شروع کردی. الان باز شروع کردی. وایسا. بچه شما بگید الان کدوم یکی از ما خفن تره؟ وایسا من استایلم رو بگیرم. نوبت منه؟ نوبت وایسا من. ولی در کل حالا اون شب اومدم من 2 تا عروسک بنتن آورده بودم، نشسته بودیم رو میز مربیان، داشتیم با هم بازی میکردیم. اون شد داستان آشنایی و رفاقت و زندگی و همه چیز ما. خب خیلی داستان آشنایی عجیبی بود، اصلا من واقعا دلم نمی‌خواد، یعنی اگر اون روز میدونستم اون بچه گرد قلمبه جالب همچین آدمی قرار بشه، هیچ وقت خوش دوست نمی‌شدم. دلت بخواد یعنی چی داری میگی نمیشدی؟ بله هرچی بدبختی میکشم من از تو. اسباب بازی داشتیم خفن و یعنی مثلا متین ساعت بنتن، من یه ساعت بنتن داشتم بچه، ساعت من با مال متین فرق میکرد، ساعت متین یه جوری دیگه بود، یه این سکه های آدم های تبدیل شده های مثلا بنتن بود، میذاشتی روش مثلا 5 تا چراغ میزد زیرش. برای تو چراغ میزد، برای من یه جوری دیگه بود، 3 تا این سکه ها میخورد و میذاشتم درشو میبستم، یعنی این زامنا داشت اینجوری میگرفت میزدیش شوت میشد. آقا مگه اسلحه هست اصلا اون باید تبدیل میشدی؟ هیچ معلوم بود نمی‌فهمم. ساعتت فیک، من میگم من همیشه قاصر بودم. حالا اینو بگذاریم، ما اینجوری با هم آشنا شدیم توی حیاط مدرسه، از اون به بعد هر روز میرفتیم تو تابستون مخصوصا بازی میکردیم. ما جاهل بودیم. توی تابستون بچه ما میرفتیم چقدر انگری برد بازی انگری برد بچه، تازه اون سال اومده بود، منم که نه من نه متین چیز داشتیم، مثلا گوشی و تبلت و اینا هم تازه اومد، گوشی که نه تبلت های 7 اینچی اینا به اسم دانش آموزی اینا تازه اومده بود، ما نداشتیم هیچ کدوم. ولی متین رو گوشی مامانش چیز داشت، این سیستم عامله جاوا بود گوشیش، بعد انگری برد بود، ولی انگری برد یه مدل خاصی بود، انگری برد با اون البته انگری محروم برد بود. بازی نمیکردیم، اون بازی از این چیزا بود کشتی آدم ول میداد تو راست کشتی میگی. نگه، آره. اونو بازی میکردیم. بعد فکر کنم با آیفون تو بود بچه یه آیفون 5C داشت. 5C من آیفون 5C خیلی درسته آقا باشه فیک بود، ولیشو نمیدونم چی بگم، فیک بود، حالا گوشی بود ولی ما نداری اشکال نداره. آره خلاصه که اینجوری. من یه خاطره میخواستم بگم آقا، یادم خاطره 18 سالگی میخواستی بگی؟ بچه قبل 18 سالگی یه خاطره بگم، بعد 2 تا خاطره، یه خاطره تو بگو از بابا اینو گرفتن، یه خاطره من میگم، بعد اپیزودو ببندیم خیلی طولانیش نکنیم. میتونیم مثلا خاطره اینقدر خاطره زیاده میتونیم اپیزود بیشتر بگیم، یعنی دوست ندارم ویدیو طولانی بشه. آقا من نمیدونم پیش دبستانی بودم کجا بود،
شانسی از تلویزیون بود، اومده بودن دقیقا تو مدرسه‌ای که حالا صحبتش کردیم قبل از آشنایی ما بود. خیلی بچه تر بودم، من پیش دبستانی یا کلاس اول. اومده بودن که مثلا مصاحبه میکردن، جشن بود و اینا. بعد اومدن از این خاله شادونه و اینا بودن اون موقع. اومده بود مثلا چیزا گرسا جلو من گفته بود آرزو چیه؟ من گفته بودم که آرزو اینه که ساعت بنتن داشته باشه. اینقدر بچه این برنامه پخش شد، واقعا پخش همه دیدن. ماهانی که تو اپیزود الان 5 دیگه 10 میاد، چرا 10 حالا 8 بیاد مثلا، نه 10 بیاد روند باشه. بعد ماهان مثلا دیده بود تو تلویزیون برنامه رو، خیلی باحال بود. خلاصه که این از این. آقا چه خبره؟ مسخره خاص و عام شد. ماهان اینو دست گرفته بود. یعنی چی دست گرفته؟ همه اون موقع آرزوشون بود. خودتو دوست داشتی؟ چرا؟ من اگر داشتم اون 4 دسته میشدم، 10,000 سرویس میکردم. 4 دسته میشدی؟ من اون ریزه میشدم. ولی من خدایی نکنم یه ویدیو میگیرم راجع به قدیم صحبت میکنم که چه کارهایی تا الان تو تولید محتوا کردیم، ولی مطمئنم اگه ساعت بنتن داشتم یه دوربین میذاشتم جلوم میشستم مثلا تبدیل میشدم جلوش تبدیل میشدم اونجوری حرف میزنم. بچه‌ها نمیدونم از کجا بگم با اون دست چایی آره خلاصه این سراغ 18 سالگی تو بگو. من بگم بچه‌ها 18 سالگی من یه ذره اوضاع خیلی خوبی نبود، چون دقیقاً سال 98 99 میشد که کرونا بود. 18 سالگی تو نمیخواد به حالا اسمشو گفتم، بیشتر مد نظرم یه خاطره از گواهینامه که گواهینامه گرفتم. بعد من میگم بعدم که یه خاطره تو میگی یه خاطره من میگم بعدش خوشگل. من گواهینامه اصلا نمیخواستم بگم، اصلا ماشین سواری اصلا خوشم نمیومد اینجوری. بعد به زور دوست دخترم گفتش که باید بری ثبت نام کنی. دخترم خانواده نشسته پشت ویدیو. خانواده نشسته؟ نه به قرآن نامزدیم الان. اون موقع دروغ چی میگم؟ دارم میبینم داری میگی. آقا مگه محرمی چون سیغه نامه دارم. کوشناسانت رو شناسنامه سیغه مینویسن با مداد مینویسن. مداد سیخه کرده، یعنی سیخ زد. یه چیز بگم بچه‌ها، یکی بود نمیاد کی، یکی از دوستا بود با یه دختره آشنا شده بود، با مداد تو شناسنامه‌اش اسم دختره رو نوشته. کیو این؟ حالا کاری نشدش کی بود. بعد شد نشده داشته بیخیاله اون مداد، یعنی تو قسمت همسر نوشته. مونده بودم تو اون سن، حتی یادم نیست کجا ببین آخه بچگی، حتی بچگی نه 16 سالگی بود فکر کنم. اسم کیو نوشته بود؟ اسم طرف رو یادم نیست ولی نوشته بود. نه اصلا این طرف رو دیده بود میشنو؟ آره بابا دوست بودم. اولین صحبتش نمیخواد خاطرت رو بگی. چرا به زور دوست دخترم رفتم که ثبت نام کردم برای گرفتن گواهینامه. هر موقعی که من مسیری رو میرفتم که برسم به آموزشگاه رانندگی، گفتم بابا رانندگی چی؟ اصلا این ماشین چی؟ اصلا دلم میخواد راننده شخصی داشته باشم. گوخوری داری ندونی مثلا میشستم پشت ماشین، طرف مثلا بهم یاد میداد، مثلا خوشم نمیومد، رقابت نداشتم. و اینجوری شد که دیگه گواهینامه رو حالا به هر حال گرفتم. 3 بارم افتادم آزمون شهری و آینامه رو چیکار کردی؟ یه بار افتادم. یه بار افتادی؟ یه بار افتادم، بعدش قبول شد. تو چرا انقدر میافتی؟ افتادم بعد از اینکه مثلا این امتحان دادم، همین تستیه رو فهمیدم آقا یه سایتی هست، یه جایی هست همه اینا رو مثلا گذاشته، کلا 30 تا دونه سوال تو اینا رو حفظ میکنی. تو خوندی؟ 30 تا مدل سواله. نه بابا 30 تا مدل خیلی یه سوال. آره بابا تو 3-4 دورشو بخونی مثلا قبولی. 10 دورشو خوندم. یه ذره فقط کونت پارستی. 3-4 مدل سوال باید بخونی دیگه، بلد باشی. تو الان مثلا میری یکی جلوت پیچی تو بفهمی حق تقدم با تو با اونه. البته من یه چیزی هم بگم، تو حتی سوال جوابایی هم که مشخصا بخونی دیگه
چون خوندی دیگه اون دیگه مثلا تقلب حساب نمیشه. دمت گرم که خوندی این کتابو خوندی. آره تقلب نیست. این تقلب برای اون کنگوشادایی بود که دنبال چیز بود. تقلب باشه اصلا. دمت گرم تونستی کردی. هر کی میتونه بکنه. من اینو دارم همینجا میگم بچه، از این ریلز درست که فکر نکنم کسی باشه ریلز خودم درست میکنم ریلزشو. آقا هر کی میتونه بکنه. قبوله. من گواهینامه‌مو گرفتم، ماشین دستم نبود البته چی، ولی از گواهینامه من سوء استفاده شد. بگم اینجا چی شد؟ آقا من گواهینامه‌مو گرفتم، خانواده گفتم به کسایی که گواهینامه تازه میگیرن ماشین اول راحت تر میخرن. گفتم خب یعنی چی؟ یعنی مثلا بری ایران خودرو سایپا ثبت نام کنی اسمت در میاد. شانس آره اسمت در اومدن خیلی بیشتره. از گواهینامه من سوء استفاده شد. اون ماشینی که خریداری شد مال من نیست. من قصبیه بابا. اشاره کنم من حالا یه اشاره بکنم فکر کنم برای بچه جالب باشه. ببخشید شما من بگو خرابت کنم. معلوم بود ما الکی ما رو دعوت نمی‌کنیم، چای نمیدی الکی اینجا. پذیرایی داریم بچه اینجا پادکست. چند جلسه آموزشی اضافه رفتی؟ نکته خوبی شروع کردی. تعدادشو یادم نیست ولی چیزی که یادمه وقتی تعدادشو به من و ماهان گفتیم خب تو 2 بار به عبارتی پول گواهینامه‌تو دادی، یعنی هم اندازه‌ای که مثلا اون موقع فکر کنم 1 خورده‌ای داده بود برای ثبت نامش، 1 خورده‌ای هم پول جلسات اضافه شد. آره چون می جلسه اضافه ها نمیدونم انگار گرونتر بودن. من کلا با 1,900 چیز کردم ثبت نام کردم و اینا. من خیلی جلسه هم نگرفتم و 12 جلسه کلا عملی بود. من 6 جلسه حالا 6 جلسه بیشتر گرفتم. 6 جلسه دیگه. یعنی اینجوری میگی که چیه 6 جلسه آخه چیزیه خود درگیر شده. یه مگسی بود اومد خب بریم سراغ خاطره من. جلسه 220 دادم اون موقع. زیاد بود 6 راست میگی 2 برابر شد دیگه. من 1 جلسه رفتم یا 2 جلسه رفتم یادم نیست. 1 جلسه رفتم خب فکر کنم یا 2 جلسه. 1 جلسه بود فکر کنم اگر اشتباه نکنم 1 دونه بود. حالا نمیدونم 1 یا 2 بود. آقا من آینامه رو دفعه اول قبول شدم. دستت داره به من احساس خفگی میده. دستتو از اینجا برنداری دستتون کن دستتون میشونم حالی میده 80% لذت خودت میبری و تازه به دست خودته 20% هم خودته کل 100% لذت رو بودی تمام. بچه من رفتم آینامه که دفعه اول خدای شکر بچه درس خون بودیم دیگه. حالا قبول شدم شهری و من بابام اون دوره‌ای که حالا گرفته خیلی شاد پدر مادرش اینجوری باشه. اون دوره اینجوری بود مثلا کلاس نباید میرفت میتونستی مثلا بری آینامه رو بدی اگه قبول میشدی میرفتی شهری رو میدادی هیچ مشکلی نبود تو یه روز بعد بخواستی مثلا 1 ساعت اختیاری بود. یعنی چی همین کلاس گرفتن یا آره اختیاری. بعد بابای من اون موقع تو بندرعباس بودن. بعد یه روز هم آینامه رو داد قبول شد هم شهری دفعه اول. خیلی من می‌خواستم مثلا رو دستش که نمی‌دونستم باشم ولی می‌خواستم دفعه اول قبول شم و قبول می‌شدم. گندی زدم. چی شد تا تعریف من یادم نمیاد. ببین دور زدم دوبل زدم همه چی اوکی. من خوشحال بودم که او تموم شد دیگه. تو دنده عقب بگیر تمومه. گذاشتم دنده عقب فرمونه چرخوندم به جای اینکه کامل بچرخونم نیم دور چرخوندم. ماشین دنده عقب که بعد خوشحال بودم که تموم شده دیگه. آرومم نیم کلاج نیومدم گازو گرفتم یهو ماشین آوردم ماشین یهو اومد وسط قیام. آروم میومدم مثلا فرمون یهو درست میکردم کم کم ولی یهو اومدم این ماشین اومد وسط از جدول این فاصله گرفت و اینا گفت. دفعه دومم همین چی اوکی بود. سر دوبل خرابکاری کردم لاستیک زدم به جدول. خیلی دیگه خیلی چسبوندم.
دفعه سوم همه چی اوکی بود. دفعه سوم من میخواستم دفعه اول قبول شم. ماهان فکر کنم دفعه دوم قبول شد اگه اشتباه نکنم. ماهان آره ماهان باید بیاد خاطره تعریف کنه. ببین بچه‌ها اپیزود 2 خاطره 18 سالگی رو با ماهان میگیریم چون ماهان گواهینو گرفتش من بودم. ببین ته خنده است. میاد موقع هم اپیزود بعدی رو میگیریم. بچه‌ها گذاشت نیم ساعت ویدیو شد. حالا نمیدونم خروجی چقدر چون یه سری رو همیشه ادیت میزنم. پادکست نباید ادیت داشته باشه ولی ادیت میزنم چطور بسته. بریم دیگه بچه‌ها. دمتون گرم که نگاه میکنید. مرسی که هستید.